و اوت اشرف سروری. نومان دوباره مسعود پاس میکنه و حضورآوری تک تکی از شما میمانای عزیز را در این مسابقه خیر مقدم میگیم. خدا کند که از لحظات فوتبال لذت ببرین و لحظه به لحظه فوتبال جذابتر میشه. تیم قره‌دریا تیمی است که این لیگ را برای اولین بار تجربه میکنه و فراد دوباره توپ را باید پاس کنه به ولید و ولید به نصیر و پاس و گل. هاتریک نومان و پاس مقبول نصیر که پیش میاد و پاس میکنه و به گل میرسه. هاتریک کرد نومان پروانی هاتریک میکنه و بازی را 3-0 بر نفع تیم خود قرار میده و سود ختم و شروع بازی. بازیکن نامش نامی چیست؟ آسیب قد بلند این حسیب چی؟ آسیب ایزد نام چیست؟ شماره 5